شکر باشد، برای آدمی دوری جوانی خود دیگر باشد. کسی که قدری آن داند و کامی و شکر باشد. شب است و روز و گرمی هست و سردی نیز در دنیا، نه سوزان و نه سردستان و خوبی چون سحر باشد. شب است و روز و گرمی هست و سردی نیز در دنیا، نه سوزان و نه سردستان و خوبی چون سحر باشد. ای جوانی ای جوانی ای جوانی ای جوانی ای جوانی که قدریان با کامی و شکر باشد. جوانی در میانی باغی عمرت نخلی سرسبز است. رسد روزه که قدریان با مثلی سیم و زر باشد. جوانی در میانی باغی عمرت نخلی سرسبز است. رسد روزه که قدریان و مثلی سیم و زر باشد. ای جوانی ای جوانی درود سرشار از مهر و محبت و صمیمیت خاصه نثار شما هموطنان عزیز و ارجمند و نفرانی که همین حالا برنامه فضای تلویزیون سفینه را تماشا دارید. دوستان خوب و نازنین، تمنای ما این است که همیشه بخندید، قلبتان مثل نورهای آفتاب درخشان باشد و تمنا میکنیم که خاندانتان پر از روشنی باشد، پر از نور باشد و برنامه امشب ما برای شما مهر و محبت و دوستداری و صداقت هدیه بیارد. و ما نیز در استودیو مهمان داریم همدیران گرامی قدر، هنرمندان بخش فرهنگ ناحیه بلندکوه شمس‌الدین شاهین که این دسته هنری را من خیر مقدم میگویم. خوش آمدید به دوشنبه شهر، به قلب تاجیکستان. خوش آمدید به برنامه فضای
تلویزیون سفینه. نفر که در نوبت اول سرودسرای نوبهار نعمان آورد. نوبهار بسیار تشکر برای سرود جوانی، واقعا هم راحت بخش بود. و حضور دارند در مهمانی ما دوستان عزیز مدیر بخش فرهنگ ناحیه شمس‌الدین شاهین زاکرزاده رحمان. شما آمدن. خب همچنین هنرمندان دیگر در پهلوی ما نشسته هستند، میرزایف شادی، نوروز دوسی و جعفرов جمعخان. شما رو خیر مقدم میگویم، تشکر که آمدید. آقای رحمان، در مورد کار در بخش فرهنگ ناحیه شمس‌الدین شاهین چند جمله بگویید که کار امروز چگونه به راه مانده شده است؟ خب هنرمندان بند چی کار هستند؟ تولید سرودهای نو چگونه است؟ به همگان معلوم است که ناحیه بلندکوی شوراباد واقعا هم امروز یک سرزمینی بگیم اهل هنر، سرزمینی که امروز هنرمندان به دنیا می آورد و این سرزمینی است که امروز در تاجیکستان بسیار هنرمندانی که شناخته کار و فعالیت دارند و ما نیز پیروان آن همون اهل هنر هستیم. امروز آن همون احیای هنرهای مردمی، احیای صنعت ملی تاجیکی را ما رشد نموده ایستادیم و امروز همه روزه در بخش فرهنگ با اشتراک اهل هنر سرودها ایجاد می شوند، شعرها ایجاد می شوند و آمادگی های زیادی دیده ایستادیم و پیوسته اهل هنر ناحیه شمس‌الدین شاهین چه در برگزاری چهاربینی ها و چه در که وسایط اخباری عامه و با واسطه شبکه‌های تلویزیون سرود و آهنگ‌های خود را پیشکش می‌گردانند. امروز نیز آماده گردیدند و می‌توانند که تا در عرفه جشن 30 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان آن همون شعر و سرود و آهنگ‌های خود را پیشکش تماشابینان گردانند. خب صحتمند باشد. نوبهار شما کجا تحصیل کردید؟ می‌خواهم کمک با شما در صحبت باشم. ختم کرده کجا هستید؟ خب چگونه است برای یک بانو انتخاب جاده هنر؟ من کالج آموزگاری نزد دانشگاه دولتی کلاب را ختم نمودم و باز دویم معلومات سپاریدم. تاریخ و حقوق دانشگاه دولتی کلاب حاضر تحصیل کرده ایستادم و در خودی ناحیه شمس‌الدین شاهین در بخش فرهنگ کار فعالیت دارم. انتخاب جاده هنر این شغل دوست داشته‌تون است؟ البته سرخوانی را بسیار دوست می‌دارم. بهترین. خب در نوبت اول مشکلی نکشیدید با مثلا سازهای موسیقی هم‌آوازی کردن، خواندن؟ چگونه از خود کردید؟ البته هر یک سرود، هر یک شعری که مثلا استادان به من پیشنهاد میکردن به من بسیار مشکل بود. آهسته آهسته با کمک استادان از آتش برآمدم. یعنی که دوست که می داشتید به همین خاطر؟ البته هوس که باشد می شود. بهترین. با برنامه فضای تلویزیون سفینه با 2 سرود آمدید و سرود اول که خواندید در موضوع جوانی بود. خب چگونه آماده شده بود سرود؟ این سرود را من پارسال اندلیب 2016 بود. برای اندلیب من این سرود را آماده نموده بودم. همان وقت من همین سرود را تیار کردم و تا حال میخوانم. براتون پسند است؟ البته. بهترین. خب صحتمند باشید. آقای رحمان، شما در مورد همکاری رامشگران بخش فرهنگ ناحیه رو در مثلا مورد آماده کردن ترانه و سرودها با آوازخوان‌ها چگونه شرح می‌دهید؟ یعنی چگونه از همکاری به راه مانده شده است؟ در حقیقت برای ایجاد یک سرود یعنی که سر کرده از نوشتن شعر، از بستن آهنگ یعنی که وابستگی دارد و امروز قریب 16 نفر نوازندگان در بخش فرهنگ ناحیه فعالیت دارند که همه کسبی می باشند و از عهده آن همون ایجاد سرود و آهنگ‌ها میبرند و پیوسته هر روز در همون مشقی که در قصر فرهنگ ناحیه شمس‌الدین شاهین جای گرفته است، از سحر تا بگه اهل هنر یعنی که با ایجاد آهنگ مشغول هستند و آن همین شاگردانی که امروز در این صحنه سرودخوانی می نمایند با یافتن شعرها به نزد استادان می آیند و استادان وابسته به مضمون شعر یعنی که آهنگ می بندند و امروز آن همین نوازندگان بخش فرهنگ ناحیه من فکر میکنم که از عهده همه گونه یعنی که انتخاب آهنگ ها می برایند و پیوسته هر روز و هر ساعت و هر ماه و سال در
این بخش سرود و آهنگ‌های نو ایجاد می شود و پیشکش تماشابینان گردانده می شود. آفرین، صحتمند باشید. و چون برنامه ما برنامه صرف زنده سرایی است و در برابر صحبت باید که ما بیننده را بسیار منتظر نسازیم و هنرمندانی که اشتراک میکنند ترانه سرایی کنند خب طبع ما و بیننده را شاد بگردانند. بعد این خاطر نفر دوم هنرمندی که همین حالا برای ما شما ترانه میسراید این شادی میرزایف. خب چی ترانه را میسراید؟ اسم ترانه اتون چیست؟ آهنگ کیست؟ ترانه ای که ما با تلویزیونی فراغتی فرهنگی سفینه آوردم، نام سرود دختر ختلان، شعر از فضی اشور، آهنگی شریف جان سنگو است. بهترین. پس ما آماده ایم بیننده های عزیز همراه شما که ترانه نوبتی را بشنویم. خورشید برآمد و هوا کرد الکی دردی دلی به دوا کرد الکی نکنیم با تاجیکستانی عزیزه این عاقل و رهنما را شاکر الکی این عاقل و رهنما را شاکر الکی سلسله جمان بیا دختری ختلان کرتایی گلگون بابر قلبا کف گل بسر کرتایی گلگون بابر قلبا کف گل بسر توزا نظر چون گوهر از راه دل ها گذر توزا نظر چون گوهر از راه دل ها گذر باز بجولان بیا دختری ختلان سلسله جمان بیا دختری ختلان باز بجولان بیا دختری
دختری ختلان سلسله جمان بیو دختری ختلان چشم بزن از کن بابی دلم باز کن چشم بزن از کن بابی دلم باز کن سازی طرف دور شد رقصی نواغاز کن سازی طرف دور شد رقصی نواغاز کن باز بجالان بیا دختری ختلان سلسله جمان بیا دختری ختلان باز بجالان بیا دختری ختلان سلسله جمان بیا دختری ختلان سلسله جمان بیا دختری ختلان سپاس میگویم برای پیشنهاد ترانه بسیار زیبا اجرایش بسیار هم خوب. خب جمعه خان شما هم چند جمله در مورد فعالیتتون در مورد ترانه‌ای که به برنامه ما آوردید حرف بزنید که چگونه است چگونه آماده شده است. خب شعر با قلمی که است با یاردمی که این سرود را آماده کردید. البته طولی قریب 20 سال می شود در بخش فرهنگ ناحیه کار و فعالیت دارم. خیلی کاران نظررس هستند در بخش فرهنگ خوب هستند و امروز با سرودی در حواس روی تو هستم شعر از هلالی آهنگ استاد نورالله خالو با اینجا آمدم. بهترین. خب چی آموخته در دوام همین 20 ساله که همچون یک جوان در بخش فرهنگ و من در جاده فرهنگ و هنر و ایجاد فعالیت کردید؟ یعنی که این دنیا برای شما چی داد؟ دنیای صنعت و هنر. البته خیلی از استادان بهره مند شدیم، چیزهایی که نمیفهمیدیم از آنها آموختیم، یاد گرفتیم. امروز در زندگی و فعالیتمون البته کار داده ایستادن. بله. خب واقعا هم دنیای رنگین است. البته. بله. خب تشکر. پس جمعه خان شما گمانم آماده اید که ترانه را بسرایید. البته. عمر بود در هم پسی روی تو باشم، هر خاک شوم خاکی سر کوی تو باشم، هر خاک شوم خاکی سر کوی تو باشم. فردای قیامت نه روم جانی بی تو بی، فردای قیامت نه روم جانی بی تو بی، در سایه سروی قدی دلجوی تو باشم، در سایه سروی قدی دلجوی تو باشم. ای شاخی گلی تازه منم بلبلین باغ، ای شاخی گلی تازه منم بلبلین باغ، محصورم اگر شیف تای روی تو باشم، محصورم اگر شیف ای روی تو باشم.
ابروی تو باشم میخواست که من مالی بی ابروی تو باشم عمر بود در هم وسی روی تو باشم در خاک شوم خاکی سری کوی تو باشم در خاک شوم خاکی سری کوی تو باشم در خاک شوم خاکی سری کوی تو باشم امیدوار هستم خسته نباشید همدیران گرامی قدر. واقعا هم پیشنهاد ترانه هایی که هنرمندان بخش فرهنگ ناحیه شمس‌الدین شاهین در برنامه این شبینه کردن خیلی راحت بخش بود. برای من راحت کردم. آفرین میگویم به شما. سپاس بی اندازه. برنامه‌نگاران هم آفرین میگویم برای نوازش‌های بسیار هم زیبایشان. میگویند که استعداد حقیقی از دهه و از بلندکوه و از مثلا تل و تپه ها پیدا می شود. در مورد رشد استعدادها، در مورد عموما جلب استعدادها در بخش فرهنگ ناحیه همچون مدیر این بخش حرف زنید که چگونه است؟ ناحیه شمس‌الدین شاهین ناحیه فرهنگی می باشد و این سرزمین بسیار هنرمندان در سطح جمهوری به وای رسانده است و اگر با هر یک خاندان این ناحیه نظر کنیم، در خاندان هر یک عائله شمس‌الدین شاهین یک یا دو نفر هنرمند حتما هست. بله. یا نوازنده یا فلک و مخصوصا که طبق سرچشمه های علمی که ناحیه شمس‌الدین شاهین سابق ناحیه شوراباد اینه که مرکز فلک سرایان جمهوری هست. بله. و از همین خاطر در هر یک خاندان ناحیه ما باور کنی یا کودک یا کلانسال یا مرد یا زن فلک سرا می باشد. بله. و مخصوصا انا همین با آن آورده می رساند که جلب نورسان یا هنرمندان به بخش فرهنگ برای ما مشکلی ندارد. خب به نظر شما همچون یک فردی که سالیان زیاد است در جدای فرهنگ و ادب و علم و ایجاد کار و فعالیت میکنید، عموما جدای هنر مثلا صنعت، سرودخوانی، ساز به دست گرفتن و نواختن، این بیشتر چی را طلب میکند از هنرمند، از یک نفری که واقعا هم مسئول به همین کار است؟ در حقیقت نه تنها در ساحه صنعت بلکه در تمام ساحه ها برای او شخصی که به همون زینه بلند ایجادی رسد یا از عهده همون سپارش‌های در ذمه‌اش گذاشته شده باید پیش از همه یک مسئولیت بلند کاری و طاقت و همچنین یک مهنت و رنج زیاد طلب میکند و هر یک هنرمندی که برای یک آهنگ، یک سرود یا یک شعر یعنی که از عهدهش میبراید ایجاد میکند، یعنی که خیلی مهنت یعنی که در اینجا طلب میکند و بیشتر باید که طاقت داشته باشند و این ساحه صنعت طوری که همگان میدونند بسیار یک چیزی نازک است و چیزی نهایت مشکل است و نه تنها هر یک یعنی که آهنگساز یا سرودخوان از عهده این سپارش ها برآمده میتواند و او کسی که در دل هوس دارد، یعنی که انا همون سرود و آهنگ شعر صدقاً در ایجاد انا همون مشغول می شود، از عهده انا همین کار برآمده میتواند. خب نوبهار برای شما چگونه است؟ هم راه علم رو انتخاب کردید، هم راه سرودخوانی رو انتخاب کردید. الهام میبخشد هنگامی مثلا درس خواندن، سرودخوانی و یا اینکه جدای هنر عموما؟ البته من بسیار سرودخوانی رو دوست می داشتم. در وقتی که تحصیل هم میکنم میخواهم در جدای صنعت کمتر سهم گذار باشم، میخواهم تا یک دوره معین سرودخوانی کنم، هم نسل نورس را تربیت کنم و هم صنعتکاری را دوام دهم. نفر دیگر هستن نوروز داسی. خب نوروز جان
شما هم چند جمله بگید که کجا رو ختم کردید و یا حالا میخوانید چگونه است؟ تشکر زیاد. سلام و درود خود را به کل تماشابینان برنامه فضا میرسانم و من ختم کننده کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلب‌حجا ستارов هستم. خب صحتمند باشید. چی ترانه آوردید؟ من در اینجا یک سرود از روایت های خلق و کارکردی آهنگش کارکردی استاد کریمزاده صدلا سلیم می باشد آوردم و میخواهم حالا پیشکشی تماشابینان گردم. آفرین دادر عزیز. ما و بیننده ها منتظریم که ترانه شما را بشنویم. مرحمت. البته. دسته جان بالا با وطن قیمت انسان گشت دسته جهد و تلاشی پیشوایی ملت جان مانندی بهیش تاجیکستان گشت دسته جان مانندی بهیش تاجیکستان گشت دسته دوستان با کنارت گیردی هم آمدند شرط است بمیرم در کنارت وطنم شرط است بمیرم در کنارت وطنم سر بیتی سرود و داستانم وطن است سرنامه عشق جاویدانم وطن است چون سوره و
حکایت است نامش به زبان تا هست زبان ویردی زبانم وطن است تا هست زبان ویردی زبانم وطن است سنگ و خاکی وطنم شکر نکنم و آبی پاکی وطنم ایسا شکری سلامتی هر هم وطنم نکنم و تاجیکستان وطنم شکر نکنم و تاجیکستان وطنم شکر نکنم و تاجیکستان وطنم سپاس میگویم بار دیگر به همه شما برای اشتراک در برنامه و چون سوی انجام برنامه رفته ایستاده میخواهیم نظر شما را در مورد برداشتتان از برنامه این شامینه فضای تلویزیونی سفینه فهمیده باشیم که چی حلاوت برداشتید چگونه خلاصه برآوری کردید از برنامه ما. پیش از همه با رهبریت مؤسسه دولتی تلویزیون سفینه از نام اهل فرهنگ ناحیه شمس‌الدین شاهین اظهار سپاس می‌نماییم. تأثیرات ما از این برنامه فضا خیلی هم در سطح بلند است و ما از این یک اقدام تازه یک برای من بعد ایجاد یا بهره میگیریم و من بعد هم در کارهای آینده که در فعالیت من بعد ساحه فرهنگ که تصمیم میگیریم و موظف هم میگردیم که سرود و آهنگ‌های تازه و نوبانه و ایجاد کنیم و تمام مردم شرفمند جمهوری تاجیکستان جشن با نفوذ 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را که زیر سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت برگزار می‌گردد که جشن گیریم و من بعد به این مردم به این سرزمین خدمت ارزنده خود را گزاریم. صحتمند و با عزت باشید. بسیار تشکر برای آمدنتان و امیدوار هستیم که این آخرین صحبت و ترانه‌سرای ما و شما نباشد. بازم با ترانه‌های جدید، بازم با نوازش‌های زیبایتان مهمان برنامه ما شوید و طبع ما و بیننده ما را شاد بگردانید. سلامت باشید. همدیار گرامی قدر، آیسته رسیدیم به فرجام برنامه این شبینه فضای تلویزیون سفینه. فقط خوشروزی و خوشبختی و موفقیت و تنصیحاتی و سعادت و سرفرازی شما را آرزو میکنیم و میشنویم ترانه انجامی را از جانب نوبهار نعمانووا و میگوییم تا دیدار دیگر. خیر عزیزان.
پسندم تاجیکستان سحرگاهم به باغت مستی بادم و میزنی لاله خندم تاجیکستان سحرگاهم به باغت مستی بادم و میزنی لاله خندم تاجیکستان یاری ارجمندم تاجیکستان سراپایت پسندم تاجیکستان سحرگاهم به باغت مستی بادم و میزنی لاله خندم تاجیکستان سحرگاهم به باغت مستی بادم و میزنی لاله خندم تاجیکستان و میزنی لاله خندم تاجیکستان و میزنی لاله خندم